امروز میخوام یه سینه مرغ سوخاری متفاوت درست کنم. سینه‌های مرغ رو با هر وسیله‌ای که دارید یه مقدار میکوبید. بهش نمک و فلفل میزنید. دو تا سیب زمینی متوسط رو با قسمت ریز رنده میکنید، با آب سرد میشورید، میذارید آبش کشیده بشه. توی ظرف 2 تا تخم مرغ رو میزنید تا از لختگی در بیاد. سینه مرغ رو به تخم مرغ آغشته میکنیم هر دو طرفش رو و یه بار میزنیم تو آرد سفید، دوباره برمیگردونیم میزنیم تو تخم مرغ و در نهایت هم سیب زمینی‌های رنده شده رو قشنگ روش فیکس میکنیم، یه جوری که کامل به همه جای مرغ بچسبه. با دستمون یه کوچولو فشار میدیم تا کامل به همه جا بچسبه. تو روغن داغ سرخ میکنیم هر دو طرفشو. اگر شما هم مثل من دوست دارید طعم‌های جدید و متفاوت رو امتحان کنید، این سوخاری خوشمزه رو درست کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید.